دوستای عزیز و هموطنان به نهایت گرامی و عالی قدرم، امیدوارم همه کسا خوب باشین. تلفن منک ندارم، تلفن ندارم، دورتر موندم یا بلو کرده. به هر حال میدونم که چه خیل میقپه چه خیل نمیقپه. راستی حیرانم، میگم نغلطه نه اکرانش اساس کردم با نغلطه بشکنم. میگم یک بار دیگه تکرارا با به تلفن با یک بیت چی مونیم. انشالله امیدوارم که میشنوین هموطنان عزیز. مهم سری است که یعنی که ما و شما یک دیگر را بشنویم. انا عجیب زمانه، عجب زمانه میگم و تخمی دشمن نمونه. دوستای عزیزم در تاجیکستان شما را همتون اولا تبریک میکنم و این روزی که بگیم بهترین یک روز در تاجیکستان عزیزی ما پیاز و کارتوشکا، روغن، سبزی و آرد، شیر، شکر، نمک از این روز عبارتن سری دولتی شد. تبریک، مالادیس، خندتون بزنین. شما چندین سال پیش برای گوا نام گفته بودین که ما گوا فرزنداشه، یعنی ذات بگیم یا که اولاد بگیم. بسیار عالی جناب. ما همونجا در کامنت نوشتگی بدون که نه ذات بگین نه اولاد، امام علی بگینش خلاص. امروز امام علی انمو گو بدنشه بگیم که بسر بلند تصدیق کرد، واقعا هم تصدیق کرد که من میگم که این دپوتات های اینا واقعا هم در تاجیکستان دپوتات نیست. چهار تا دلبه یا بی سواد، بی عقل، بی مدنیت، بی مفکوره در تاجیکستان ما و شما در بالای سر ما و شما چیان رهبرن. میفهمی نمیره؟ امروز در تاجیکستان کارتوشکا و پیاز سری دولتی شده است. شما میفهمی نمیره؟ انا که برای آشکار کردن سری دولتی در کودکس جنایی اومده بیم رولا پس کنم که تو که شما یک دیگر ببینیم خلال نرسونیم. در کودکس جنایی برای آشکار کردن سری دولت یعنی جزا دیده شدگی است. یعنی باید جزا بگیری برای آن که تو سری دولت فاش کردی. امروز کارتوشکا، پیاز و روغن وقتی میپرسی تاجیکستان داره یا نداره، این سری دولتی شد. شما خید کردستین؟ یعنی که برای این داری یا نداری گفتن، آشکار کردن که تو در خانت کارتوشکا داری، تو در خانت پیاز داری، برای آشکار کردن ای تو جزا میگیری، ترما میشه، زندان میشه. برای اون که اوژه این مقامی سری دولتی گرفت. در کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان اونمو دلبایابا قبول کردگی قانون است برای فاش کردن سری دولتی بگیم خواهی ملت میشه. امروز دیگر ما را خواهی ملت نگین. اگر هر یک تد بگین که در خانات کارتوشکا دارین یا که پیاز دارین یا ندارین، اگر آشکار کنین که در خاناتون چند کیلو کارتوشکا هست، چند کیلو پیاز هست، روغن دارین، یک از خاناتون نمک پرسیده بیا بگه که ها شما نمک دارین؟ ها داریم. اگر این را شما فاش کنین سری دولتی را، شما اتوماتیک خائنی دولت میشین برای که شما سری دولتی را فاش کردین. این دیگر ما نمیدونم در تاجیکستان از ما خیلی زندگی کنیم. دیگر میترسیم یک همسایت بگوی که اردوری، همسایت میگه سری دولتی های، همسایت میگوی که یک قاشق کم تر شکره یگون چی بته نمک بته میگه سری دولتی های. همسایت هم میگوی که یک طبق ارد بته خمیر کنم، میگه می بخش همسایه سری دولتی های. نمیتونم آشکار کرده برآوردم. اگر که را آشکار کنه باید طبق ارد بته، مگر هم همسایت برای خیانت به سری دولت زندان کرده شود. زندان میشود همسایت. برای همسایت حق نداره که سری دولت آشکار کنه. Представить کنه نکن.
که این گوسالا صفدان در تاجیکستان چی ها کرده ایستادن و چی ها گفته ایستادن. اصلا خودشون نمیدونن که این حیوان صفت ها چی گفته ایستاده است که چی خیل آرد یا روغن یا کارتوشکا سری دولتی میشه. از کجا این حیوان صفت ها اینه گرفتن که کارتوشکا سری دولت باشه، آرد سری دولت باشه، روغن سری دولت باشه. از کجا گرفتن این گوسالا صفدانی را؟ من نمیدونم. مرا دیگر کو پول روز عقلم دیگه نمیگیره که کارتوشکا مقام سری دولتی پیدا کرده باشه، آرد این سری دولتی باشه، روغن این سری دولتی باشه، نمیدونم و غیره ها این سری دولتی باشه. من دیگه عقلم نمیگیره. نمیدونم اگر شما یگان چیز بفهمین در همین سری دولتیش چی است اصلا سری دولتیش و بگیم که ما رو آگاه کنیم که ما نفهمیدیم. ما تو همین روزا مردم دا آرد یاردم کردیم، شکر یاردم کردیم، روغن یاردم کردیم. ما نفهمیدیم که تو این روزا که ما سری دولتی یاردم کردیم مردم دا. مردم ابراهیمت میگفت که التماس کمک کنین آرد نداریم خونه دا. ما قدر بیوزنو را یاردم کردیم، قدر یتیمو را یاردم کردیم. ما نفهمیدیم که ما سری دولتی آشکار میکردیم. من نفهمیدم که درک کردم که چی به امام علی مرا تروریست میگه، چی به مرا خائن میگه. من نفهمیدم که این کارتوشکا پیاز این کارایی که من کرده ایستادم یاردم دیگر کسا را دستگیری کردم این سری دولتی بوده است. هموطنان عزیز، از این بعد در برای آرد، شکر، روغن، کارتوشکا، پیاز، چای، قاق در خانه‌تان یگان دهن گپ نروند. این سری دولتی است. در کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان آمده شده است که در کودکس برای آشکار کردن سری دولتی جزا گرفته میشوی. زندان مدتی از 25 بالا زندان میشه برای فاش کردن سری دولتی. امروز پگه با فکرم یک آدم گشنه یا سری عبید کردی نکردی گفته پرسیدن همی سری دولتی میشه دیگر هیچ کارمون پرسیدن نمیتونیم. اکا عبید کردی نکردی اکا ببریم عبید کردیم گفتن دام دیگر میترسی سری دولتی یک کس گشنه بودگیش یک آدم فهمه این سری دولتی گشنه سری باید هیچ که نفهمه برای که سری دولتی ایره هیچ که باید نفهمه. این همی خیلی دیبیل دالبایوب حکومت داره ما نیست. دیگر چیز شرایطی مردم آسان کردن، مردم دستگیری کردن، با ملت بدن، نمیدونم سوید مردم دادن. با فکر ما همی سوید نبدن هم اگر بگویم ما سوید ندارم این سری دولتی که تو فوش کردی گفتی که سوید ندارم این هم زندان میشه. یک گاز آوردن یا تپلینی مردم ای پای شیدن 4 گوسالا 4 دالبایوب امروز با سری بارا قانون میبرورن که بدن آرد یا شکر یا روغن سری دولتی است. ما گوه ذات نام کنیم یا اولاد نام کنیم. گوه امام علی نام کنیم تمام دیگه، نه ذات نه اولاد. گوه پارلمان نام کنیم بیایه گوه پارلمان گوه امام علی گوسالا را پارلمان خلاص، نه ذات نه اولاد. گو امام علی گوسالا پارلمان نامش عوض میکنیم. پارلمان اثرته او پارلمان امام علی را نمکه نگاه کنین امام علی را پوده دهی کدی او پارلمان را نگاه که اگر تو را جزیر نکنه گوسالا را پارلمان نام میمونیم و گوه امام علی نه ذات و نه اولاد. و فکرم توغری میگیره بازی عیناً همه حالت اوش توغری میگیره که در حالت یک نماینده یک کس سوال بتی که حکومت داره مثال آرد هست برای مردم دستش نه این سری دولتی است، شکر هست نه این سری دولتی است، ما گفتن نمیتونیم. روغن هست سری دولتی است، چای قاق هست نه این سری دولتی است. ای خدا جون تونا بگیره شما گوسالا را تکش تو از همین روزی براتن گوه امام علی نمکنین گوسالا را پارلمان در همه خانه‌تون هم باشه کو
гусалара нагин гусала парлумон бигин гова эмомалӣ парлумон баъд калон шид эмомалӣ мешавад яъне гусала калон шид гов мешавад халос дига ай зиёд дигар чиз нест ҳамин хамегӯй гап назанам хаб кунам як рӯз хаб кунам бигзарне ки паданлату намемонанд хаб кунӣ маҷбури аз и камбудӣ ҳарф занӣ так что эмомалӣ хати парлумон нигоҳ кунед ки шири эмомалиро парлумон намака ки сар кӯдако бе ширчой мемонанд. Саломат бошед. Дигар бисёр гуфтанӣ нестам. Фикр назартон зери коммент.